29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд ба фаъолияти корхонаи паррандапарварии мурғи бебаҳо ва сардхонаи замонавӣ оғози расмӣ бахшида, бо шароити кори он шинос шуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи бебаҳо дар доираи тантанаҳои ҷашни бошукӯҳи Наврӯзи байналмилалӣ ва таҷдили 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Аҳад Қодиров дар масоҳати беш аз 3 гектар бунёд гардида, дорои шароити муосири кору хизматрасонӣ мебошад. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاءات نوی پرنده پروری در مساحت نزدیک 2000 متر مربع بنیاد شده. در مدت 45 شبانه روز بیش از 30,000 چوجه برای استحصال گوشت پرهیزی آماده کرده می شود. تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت، بنیاد و برقرار کردن کارخانه‌های پرنده‌پروری، افزایش حجم استحصال گوشت و تخم و در این زمینه با جای کار موافق تأمین نمودن ساکنان از هدف‌های عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. در این سمت با اقدام و تشبس‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و سهم صاحبکاران وطنی تدبیرهای شایسته عملی می‌گردد. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه 12 نفر ساکن شهر گلستان با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین شدند. من قهار موجوده ساکن شهر گلستان می باشم. باعث خوشحالی ما ساکن شهر گلستان است که امروز با تشریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باز یک کارخانه پرنده پروری گشاده گردید. من و اهل تمام کارمندان بسیار خرسند هستیم که چنین کارخانه گشاده شده و جای کار تامین شدیم. دستگاه و تجهیزات کارخانه جوابگوی طلبات استاندارد کشورهای پیشرفته جهانی بوده. هوای داخل انشاءات با استفاده از تجهیزات مخصوص، منتظم و به طور اتوماتیک تازه نگاه داشته می شود. کارهای ساختمانی در انشاءات سال 2019 آغاز گردیده، در آن 25 نفر ساکن محلی با جای کار جلب شدند. کارخانه امکان دارد که در یک سال در حجم زیاد از 300 تن گوشت مرغ را برای کارکرد آماده و به کارخانه‌های استحصالی پیشنهاد نماید. ما همراه فرزندان تصمیم گرفتیم که بعد امتیازهای همین خیلی که جناب عالی دادن، مثلا سایر مرغ پروری و یک مرغخانه سازیم. در همین دوامی کارمو با یک سرخانه دیگره تاسیسات‌های نو از آلمان آورده وصل نصب کردیم. سردخانه‌های با محصولات که پر کردیم. محصولات هم هست. ما برای بازار نرخ نوی بازار ارزان کردن ما کوشش غیرت میکنیم که سردخانه ما هم وقت پر باشد و نرخ بازار ارزان تر کنیم. من از جناب عالی به حد منتظر هستم که ما صاحبکاران دستگیری کار سازیم. در آینده نقشه داریم که با یک دو مرغخانه دیگر بنیاد کرده به کار سر کنیم. تا امروز در شهر گلستان 9 کارخانه پرنده پروری فعالیت می نمود. با تأسیس 2 کارخانه نو از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدودی گنجی سامان و کارخانه پرنده پروری مرغ بهبها شماره کارخانه ها به 11 عدد برابر گردید. در همین جا با پرزیدنت مملکت محصولات کارخانه از قبیل گوشت و تخم و خوراک پرنده نمایش داده شد. طور اطلاع داده شد در ماه‌های ینور فوریه سال 2023 از حساب کارخانه‌های پرنده پروری شهر گلستان بیش از 11 میلیون دانه تخم و 330 تن گوشت مرغ استحصال گردیده است که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2022 زیاد نباشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه بازدید از نمایش محصولات کارخانه مسئولان را جهت بنیاد کارخانه‌های نوی پرنده پروری، افزایش حجم استحصال گوشت و تخم و تأمین بازار داخلی با محصولات خوش‌صفت وطنی وظیفه‌دار نمودند. در آینده در شفت کارخانه پرنده پروری، بینای ذبحخانه، انشاءات نوی تأمین با دستگاه‌های معاصر چوجه براری یعنی اینکوباتور و دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد کرده می شود. مورد ذکر است که در دوام سالهای اخیر ساحه پرنده پروری در مملکت به طور بی‌سابقه رشد نموده. صاحبکارانی که در این سمت فعالیت استحصالی می نمایند از همه نمود پرداخت‌های اندازی و گمرکی آزاد می باشند. محترم پیشوای معظم ملت برای زیاد نمودن استحصال گوشت پرنده و استحصال تخم پرنده دستور سپارش دادند. امروز که در ولایت سوغد زیاد از
5 تا کارخانه برای خوراک آمیخته پرنده امروز فعالیت میکنن که از همینجا و با نویای توبه جمهوری و ولایت خطرون هم دسترس شدهستند. باوری دارم در سالهای نزدیک آینده ممکن تا سال آخرای سال 2020 اول سال 2024 ما جمهوری را با خوراک آمیخته پرنده، چوجه خوشصفت یک روزه و تخم کنگسانی تامین نماییم و محصولات ساحه را زیاد نماییم. در شفت کارخانه مذکور با سهم صاحبکار همزمان بینای سردخانه بعد از نوسازی مورد استفاده قرار گرفت. این شد برای ذخیره و نگهداری 3000 تن محصولات کشاورزی و محصولات گوشتی پیش بینی شده. در این زمینه 8 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. بینای سردخانه در مساحت 768 متر مربع جایگیر بوده. در آن برای معتدل نگاه داشتن هوای داخل انشاءات 7 تجهیزات زمانوی نصب گردیده است که این تدبیر جهت بی‌تلف نگاه داشتن دلخواه محصولات زود ویران شونده در تمام فصل سال مساعدت می نماید. مورد ذکر است که انشاءات در حدود شهر گلستان اولین بوده. در آینده در دایره تدبیرهای سازنده شماره چنین سردخانه‌های زمانوی افزون می گردد. عین حال در سردخانه با مقدار ضروری سبزی، کارتوشکا و محصولات گوشتی نگاه داشته می شود. با نظرداشت افزایش طلبات، مسئولان امکان دارند که محصولات کشاورزی را برای ذخیره و نگهداری محصولات از دیگر کارخانه و خواجگی‌های دهقانی قبول نمایند. با مقصد رشد ساحه باغ و تاکپروری و در آینده تأمین بازار استعمالی با میوه و سبزیجات تر و تازه کشاورزی در یک قسمت حدود کارخانه باغ نوی میوه دهنده بنیاد گردیده است که در آن نهال درختان بادام، گیلاس و زردآلو شناخته شده است.